سلام یه غذای مقابل و سرشار از اومگا 3 برای دختر 15 ماه هم. همینطور که میبینید این اشول ماهیه با 2 تا تخم مرغ اینو مخلوط کردم و فقط یکم نمک دارم. اینم اوزون بورونه با زعفران و نمک. خب مواد رو مخلوط کردم. بازم یکم کره حیوانی یا روغن دنبه تو تابم ریختم. میریم مواد آماده شده رو بریزیم تو مایتابه برای سرخ شدن. روغن کاملا داغ شده و اشکال رو میریزیم برای سرخ شدن. این غذا نیم ساعت هم آماده میشه و فقط اشکال و تخم مرغ کمی نمک میخوام. مامانه شمالی میتونن این کوچه خوشمزه رو برای کوچولیشون درست کنن که سرشار از اومگا 3 هست. این موقع ماهی نبود اشکالم غذای خوبی میتونه برای بچه باشه. دختر من که خیلی با علاقه میخوره. خب دوستان ماهی آماده شد. دخترم هم خیلی دوست داره. این یه تیکه رو خودش گاز زده خورده. اینم دختر من در حال خوردن اشبل ماهی و زنبورون. دختر من عاشق ماهیه. منم هفته‌ای 2-3 بار براش ماهی درست میکنم که بخوره. الانم میخواد گوشی رو قطع کنه. فقط من خواستم با علاقه ماهی خوردنشو برای شما فیلم بگیرم که ببینیم. چی میخوری مامان؟ غذا خوشمزه؟ آره؟ خب تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای مهربان میسپارم.